یکی از بهترین بازارهای تهران، تجریش. سلام ای جان بگید. نمیدونم شما هر چی گردشگری عالیه. انازو. سلام به همه بیننده های خوبمون. امروز اومدیم یکی از بهترین بازارهای تهران، تجریش. بریم که داشته باشیم. خب بچه‌ها هنوز بازار تجریش نرسیدیم، اما خب اطراف بازار رو می‌بینید. اینم شور بازار رو. بریم برای ادامه راه. خب آقا رسیدیم به نرسیدیم به بازار تجریش. اینجا امامزاده صالح تجریش، یکی از معروف‌ترین امامزاده های تهران. بریم که داشته باشیم. توش هم براتون یه سکانس ریزی بگیریم ببینیم چجوریه. بریم. خب آقا اومدیم بریم براتون فیلم برداری کنیم، اما خب با تلاش‌های فراوان نذاشتن که بریم فیلم بگیریم دیگه. نمای بیرونی هم براتون گرفتیم، بازم به عشق شما نما بیرونی رو گرفتیم دیگه. خلاصه دیگه ما این همه زحمت بکشیم، هوا سرما، صورت من یواش یواش رفته به سمت گل انداختن. یه سرد دیگه. خلاصه دیگه خودتون حمایت کنید. خب اومدیم خود بازار. انتظارها تمام شد. بازار میوه‌شه. میوه ها رو ببینید، حرف بزنه خلاصه با آدم. میوه ها رو بگیر. میوه ها رو بگیر. چه میوه هایی؟ بگیر رو من. بادمجون فرد علا با هم دیگه دیدیم. بریم بقیه میوه ها رو ببینیم، بهترش هم پیدا میکنیم. با آدم حرف میزنه واقعا. بعد حالا بگید. سلام به همه بیننده های خوبمون. امروز اومدیم یکی از بهترین بازارهای تهران، تجریش. بریم که داشته باشیم. آقا بیا اینجا. سنگ پاها قدیم، برو عقب من بگم. آقا سنگ پاها قدیم چیز بود، سیامیا بود. الان رنگمندی های مختلف هم، الان تو رنگمندی های مختلف هم حتی عرضه میشه.
کاش میتونستیم بو هم تو دوربین بگیریم. گوش داره دیوونه میکنه، بو جیگر، کباب. آخرش ما اینجا داستان داریم. آقا روز اومدیم شب شد، بازار تموم شد، هوا سردتر شد. یه چیکار میتونیم بکنیم دیگه؟ یه تموم شد. یه هر چیزی، هر یه قصه، هر داستانی میگن چی داره؟ پایانی داره. بریم.